همراهان خوبم سلام. با قسمت سوم از کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید با هم همراه هستیم. انقلاب شناخت درمانی. رویکرد تله‌های زندگی نتیجه رویکردی تحت عنوان شناخت درمانی است که در دهه 1960 توسط دکتر آرون بک ظهور یافت. ما بسیاری از جنبه‌های آن را با رویکرد تله‌های زندگی ترکیب کردیم. فرض اولیه شناخت درمانی بر این اساس استوار است که روشی که از طریق آن درباره رخدادهای زندگی ما فکر می‌کنیم، نشان دهنده احساس ما نسبت به آنهاست. افرادی که مشکلات عاطفی و احساسی دارند، به سوی تحریف واقعیت تمایل پیدا می‌کنند. به عنوان مثال، هدر از مادرش یاد گرفته بود که فعالیت‌های روزانه همچون استفاده از مترو برای رفت و آمد کاری خطرناک است. تله‌های زندگی ما را مجبور می‌کنند تا موقعیت‌های مختل زندگی را به شکلی نادرست و با رفتاری غلط ببینیم. آنها دکمه‌های شناخت ما را می‌فشارند. متخصصین شناخت درمانی بر این باورند که اگر بتوانیم به مراجعین یاد بدهیم تا در امر تفسیر و برداشت از موقعیت‌های مختلف دقیق‌تر عمل کنند، می‌توانیم احساس بهتری را برای آنها به ارمغان بیاوریم. اگر بتوانیم به هدر نشان دهیم که می‌تواند بدون خطر به سفر برود، می‌تواند احساس ترس کمتری داشته باشد و در نتیجه می‌تواند زندگی دوباره‌ای را تجربه کند. دکتر بک اشاره می‌کند که ما افکارمان را از روی منطق مورد بررسی قرار می‌دهیم. آیا زمانی که غمگین و ناراحت هستیم اقرار می‌کنیم؟ به مسئله جنبه شخصی می‌دهیم و یا از آن یک بلا و مصیبت می‌سازیم؟ آیا راه‌های دیگری نیز برای نگاه کردن به مسئله وجود دارد؟ در ادامه دکتر بک می‌گوید که ما بایستی از طریق انجام آزمایشات کوچکی افکار منفیمان را محک بزنیم. به عنوان مثال از هدر خواستیم تا به تنهایی در زمستان توی کوچه قدم بزند تا ببیند که علی‌رغم تصورش که گمان می‌کرد مریض می‌شود و یا مورد سرقت قرار می‌گیرد، هیچ اتفاقی برای او نمی‌افتد. شناخت درمانی به شکل گسترده‌ای به حمایت روبرو شد. مجموعه عظیم و در حال رشد از تحقیقات تأثیر این رویکرد بر اختلالاتی همچون اضطراب و افسردگی را تأیید می‌کند. این رویکردی فعال است که به مراجعه کنندگان می‌آموزد تا از طریق کنترل افکارشان کنترل خلق و خوی خود را در اختیار بگیرند. متخصصین شناخت درمانی معمولاً روش‌های شناختی را با تکنیک‌های رفتاری ترکیب می‌کنند که طراحی شده اند تا به مراجعه کنندگان مهارت‌های عملی مانند کنترل اضطراب، حل مشکلات، مدیریت زمان و مهارت‌های اجتماعی را که هرگز نیاموخته‌اند آموزش دهند. هرچند که در طول این سالها فهمیده ایم که روش‌های شناختی و رفتاری در عین با ارزش بودنشان برای تغییر الگوی زندگی کافی نیستند. بنابراین به آفرینش رویکرد تله‌های زندگی پرداختیم. رویکردی که تکنیک‌های رفتاری و شناختی را با تکنیک‌های روانکاوی و تجربی ترکیب می‌کند. آخرین مرجع که در این فصل درباره او بحث می‌کنیم، مدلین نام دارد. او نشان دهنده ارزش و البته محدودیت استفاده مجزا از روش‌های شناختی و رفتاری است. مدلین بازیگر و خواننده 29 ساله است. او توسط ناپدریش
با آزار جنسی روبرو شده و همچنان از اثرات بجا مانده از آن رنج میبرد. مدلین کماکان گرفتار تله بدبینی و بدرفتاری است. مدلین هرگز با هیچ مردی رابطه طولانی نداشته است. از نقطه‌ای به نقطه دیگر می رود یا به طور کلی از تمام مردان دوری می کند و یا در برابر آنها به بیبندوباری می پردازد. تا زمانی که وارد دانشگاه شد از تمامی پسران دوری می کرد. او هرگز با پسری آشنا نشد و یا قرار ملاقاتی با آنها نگذاشت. مدلین: هرگز اجازه نمی دهم مردی به من نزدیک شود. اولین باری که این اتفاق رخ داد را به خاطر می آورم. فرار کردم. وقتی حس کردم که پسری از من خوشش می آید، آنقدر سرد برخورد کردم تا بالاخره از من دور شد. مدلین در 2 سال اول حضورش در دانشگاه به مصرف نوشیدنی‌های الکلی و استعمال مواد مخدر مشغول شد. در طول این مدت به رابطه نامشروع با بیش از 30 مرد کشانده شد. مدلین خودش میگوید که هیچ کدام از آنها هیچ ارزشی برای او نداشتند. مدلین: در دوران دانشگاه هم سرکش شده بودم. در مکانهای مختلف میخوابیدم. خوابگاه خصوصی وجود داشت که تمام پسرها خوابگاه به خصوصی وجود داشت که تمام پسران آن با من ارتباط برقرار کرده بودند. فلاکت زده شده بودم. احساس هرزگی و بی‌ارزشی می‌کردم. از من سوء استفاده شده بود. نمی‌توانستم به کسی نه بگویم. حتی زمانی که به خودم قول می‌دادم دست از این کار بردارم، باز هم با مردها بیرون می‌رفتم و با آنها رابطه نامشروع برقرار می‌کردم. نمی‌دانستم چرا چنین کاری را انجام می‌دهم. گویی کنترل تمام آن دوران از دست من خارج شده بود. تجربه مورد تعرض واقع شدن از سوی پدرخوانده اش به زنانگی او و قابلیتش برای برقراری ارتباط با مردان آسیب پذیر شده بود و به او آسیب رسانده بود. رابطه جنسی و تجاوز برای او به شکل سردرگم کننده‌ای در هم تنیده شده بود. اکنون مدلین دوباره از مردان دوری می کند. سالهاست که با مردی ملاقات نداشته و می ترسد که هرگز نتواند ازدواج کند و بچه‌ای داشته باشد. اولین درمانی که مدلین با اون روبرو شده بود و آن را امتحان کرده بود، شناخت درمانی سنتی بود. متخصص او بر زمان حال تمرکز می‌کرد، به دوری کردن مدلین از مردها. به عنوان مثال، خیلی کم پیش می آمد که مدلین در جلسات درمانش از دوران کودکیش سخن بگوید. در عوض آنها به طراحی تکالیفی برای انجام می پرداختند. تکالیفی همچون برقراری ارتباط و آغاز صحبت با مردانی که از نظر مدلین با ملاحظه و به دنبال برقراری رابطه بودند. این درمان تا ماه‌ها ادامه پیدا کرد. مدلین دوباره با مردان قرار ملاقات گذاشت، اما باز هم به سوی مردان سوء استفاده‌گر کشیده شده بود. اگرچه می‌فهمید بسیاری از مردان مهربان و با ملاحظه هستند، اما تجربه‌ای از گذشته داشت. چنین چیزی را برای او روشن و اثبات نمی‌کرد. مدلین دریافت که برای تغییر الگوهای ریشه‌دار به چیزی بیشتر از اینها احتیاج دارد. مدلین: حس می‌کردم متخصصم از من تغییر می‌خواهد، بی آنکه بدانم چرا به این وضع افتاده‌ام. می‌دانم که باید به همان طریقی که او می‌گوید تغییر کنم. باید به مردان اعتماد کنم و از اجتناب ورزیدن از برقراری ارتباط با آنها دست بردارم. اما برای این اجتناب دلیلی نیز وجود دارد. باید این دلایل را پیدا کنم.
مدلین از هر مردی که به گونه عاشقانه خود را به او نزدیک می‌کرد عصبانی می‌شد. می‌دانست که این حس خشم ناشی از افکار در هم ریخته اوست. او همچنان آن حس را داشت. مدلین میبایست خشم خودش را معطوف هدف حقیقی یعنی پدرخوانده اش میکرد. میبایست خشمش را ابراز میکرد و به آن اعتبار و ارزش میبخشید. در مدت 1.5 سال سپری کردن رویکرد تله‌های زندگی به مدلین کمک کردیم تا از طریق تصوراتش خاطرات تجاوز را آشکار کند. او را مجبور کردیم تا خشم خود نسبت به پدرخوانده‌اش را تخلیه کند و با مورد سرزنش قرار دادن او در برابرش ایستادگی کند. او را تشویق کردیم تا به عضویت گروهی متشکل از افرادی که مورد تجاوز قرار گرفته بودند درآید. همچنین به او نشان دادیم که چگونه با انتخاب مردانی سوء استفادهگر به حفظ الگوی تجاوز پرداخته است. مدلین به تدریج ملاقات با مردان را از سر گرفت، هرچند که هنوز به سوی مردان هوسباز گرایش پیدا می‌کرد. اما با اصرار و پافشاری ما و با تمرکز بر مردانی که با او با احترام رفتار می‌کردند، از آنها دور ماند. او بر کسب اعتماد از سوی مردان کار کرد. او نه گفتن را آموخت. حدود 1 سال بعد عاشق مردی به نام بن شد. مردی که با احساس و خوش رفتار بود، هرچند که با او نیز از نظر جنسی با موانع جدی روبرو شد. بن به او کمک کرد تا بر مشکلات جنسیش غلبه کند. مدلین اکنون به ازدواج فکر می کند. در فصل 16 به چندین روش برای تغییر الگوهای سوءظن و تجاوز اشاره خواهیم کرد. می خواهیم تأکید کنیم که بسیاری از تله‌های زندگی، خصوصاً سوءظن و تجاوز و بدرفتاری، برای تغییر زمان زیادی را می طلبد و بایستی با کمک یک متخصص یا گروهی حمایتگر حتما اتفاق بیفتد. درمان مدلین نشان می دهد که درمان تله‌های زندگی چگونه تمرکز کاربردی درمان‌های شناختی و رفتاری را حفظ می کند. درمانی که مهارت می سازد و تغییر می دهد. اما ما به چیزی فراتر از اصلاحات رفتاری کوتاه مدت می اندیشیم. ما می خواهیم به مشکلات زندگی، خصوصاً مشکلات مربوط به روابط، خودباوری و مشکلات شغلی اشاره کنیم. می خواهیم نگاهی به رفتار داشته باشیم، اما همینطور می خواهیم به روش‌هایی که افراد از طریق آنها احساس می کنند و ارتباط برقرار می کنند بپردازیم. فصل بعد با پرسشنامه‌ای آغاز می شود که به شما کمک می کند تا دریابید در کدام تله زندگی قرار گرفته اید و کدام یک از تله‌ها برای شما صدق می کند. مرسی که تا اینجا با هم همراه بودیم. من رو به دوستان خودتون معرفی کنید. کسی رو که احساس می کنید به این فایل ها احتیاج داره، فایل رو براش ارسال کنید. ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب